سلام، به خبر 6 خوش آمدید. امروز جمعه برابر است با 3 جدی سال 1400. در آغاز سرخط خبرها. خواست رئیس جمهور روسیه بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. ما بر یک راه مشترک کار میکنیم تا همه بازیگران جهانی در آن تعامل داشته باشند. تمدید معافیت ممنوعیت سفر بر 14 عضو بلندپایه امارت اسلامی. نام‌های مقامات امارت اسلامی افغانستان بر اساس پیمان دوحه از لیست‌های سیاه ایالات متحده و سازمان ملل متحد کاملا حذف شود. طرح 8 میلیارد دلاری جهان برای احیای اقتصاد افغانستان. افغانستان در برابر چشم ما به سوی بدترین فاجعه انسانی روان است. بخش‌های بزرگ اقتصادی آن سقوط کردند. بسیاری از مردم گرسنه‌اند. 40 کشته، بیش از 70 زخمی در آتش سوزی در بنگلادش. و افزایش فرآورده‌های روغن پنبه‌دانه در کندهار. من سبقت سپهر هستم. رئیس جمهور روسیه بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌ورزد و میگوید که در رهبری طالبان باید تمامی اقوام این کشور سهیم باشند. ولادیمیر پوتین در نشست سالانه خبریش درباره احتمال به رسمیت شناختن طالبان اعلام کرد که روسیه در حال همکاری با همه همپیمانان جهانیش هست تا یک تصمیم سنجیده شده دست یابد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از جهان می‌خواهد که در اوضاع کنونی با کابل تعامل کند تا جلو وقوع یک فاجعه انسانی را بگیرد. شرشار رسولی گزارش می‌دهد. روسیه از رقبای سرسخت ایالات متحده واشنگتن را یک بار دیگر عامل نابسامانی‌های کنونی در افغانستان می‌داند. رئیس جمهور روسیه که در نشست خبری سالانه‌اش در مسکو سخن می‌گفت، افزود که ایالات متحده و ناتو باید اشتباهات 2 دهه جنگ در افغانستان را جبران کنند. آنانی که 20 سال در آنجا بودند اقتصاد را نابود کردند. نیاز به تهیه کمک افغانان دارند. نخست از همه پول افغانستان باید از سوی بانک‌های خارجی آزاد شود، اساساً از سوی آمریکا، تا اینکه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فراهم شوند. رئیس جمهور پوتین در این نشست بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان با حضور نمایندگان همه اقوام کشور نیز تاکید می‌ورزد. روسیه با در نظر داشت حقایق درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان به پیش خواهد رفت و برای داشتن یک موقف هماهنگ جامعه بین الملل در این باره تلاش دارد. ما بر یک راه مشترک کار می‌کنیم تا همه بازیگران جهانی در آن تعامل داشته باشند. با این هم رئیس جمهور روسیه خواهان بهبود روابط مسکو با کابل است. خواستی که پوتین داشته یک خواست مشروع است. خواست مردم افغانستان ممی است که بیشتر به زخمای ما جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا نمک نپاشه. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در گفتگو با تلویزیون CNN از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای جلوگیری از مرگ میلیون‌ها تن در نتیجه گرسنگی در افغانستان با امارت اسلامی تعامل کنند. مسلماً نمونه‌هایی وجود خواهند داشت جایی که جامعه جهانی نیاز کار کردن با واقعیت‌ها را دارد. واقعیت این است که طالبان مقام‌های فعلی در کشور هستند. بنابراین کشورهای جهان برای رسیدگی به نیازهای افغانان و فراهمسازی کمک با آنان کنار آیند. در حالی که امارت اسلامی همواره بر داشتن روابط خوب با جهان تاکید کرده است، اما جامعه جهانی میگوید که هنوز پیش شرط‌های آنان برای به رسمیت شناختن از سوی طالبان برآورده نشده‌اند. سازمان ملل متحد معافیت ممنوعیت بر سفر ملا عبدالغنی برادر و چندین تن از رهبران کلیدی دیگر امارت اسلامی را تمدید کرد. بر بنیاد تصمیم یک کمیته سازمان ملل متحد معافیت ممنوعیت بر سفر این رهبران طالبان برای 3 ماه تمدید شده است. از سوی هم برخی از مسئولان در امارت اسلامی این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد را مهم می‌خوانند و آن را می‌ستایند. جزئیات بیشتر با فرشاد داریوش.
پس از آنکه مافیت 3 ماهه ممنوعیت بر سفر مولا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزراء، شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه و چندین تن از رهبران دیگر طالبان به روز 23 ماه دسامبر سال روان میلادی پایان یافت، این مافیت برای یک دوره 90 روزه دیگر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید شد. جهان می‌خواهد که با طالب‌ها کنار بیاید و شاید زمانگیر باشد. ما فکر میکنم یک فرصت بسیار خوبی است برای طالب‌ها که از این امکانات استفاده بکنن و با جهان صحبت بکنن و افغانستان را به خاطر خود افغانستان بسازن، نه با فشار جهان. این تحریم ها باز هم موقتا برداشته شد برای از اینکه رهبران طالبان بتونن که سفر کنن و با دیگران ملاقات کنند با جناح‌های افغانی برای از اینکه حکومت همشمول شناخته شود. یک کمیته بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه میگوید که مافیت ممانعت بر سفرهای این رهبران امارت اسلامی تنها برای شرکت در نشست‌های مربوط به صلح تمدید شده است. این کمیته همچنان تصمیم گرفته است تا بخشی از پولهای منجمد شده افغانستان را از بهر هزینه سفرهای این رهبران امارت اسلامی آزاد ساخته شود. پذیرفتن و یا تشکیل یک حکومت معیاری با داشتن رابط با جهان را داشته باید. غیر از آن محدودیت هایی که با ایشان وضع شده تمدید خواهد شد. این تصمیم با استقبال امارت اسلامی روبرو شده است، چنانچه کابل خواهان بیرون شدن نامهای رهبران امارت اسلامی از فهرست‌های سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا است. لازم می‌دانیم باید نام‌های مقامات امارت اسلامی افغانستان بر اساس پیمان دوحه از لیست‌های سیاه ایالات متحده و سازمان ملل متحد کاملا حذف شود. سازمان ملل متحد در هر 3 ماه مافیت ممنوعیت بر سفرهای مولا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزراء، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه، عباس استانکزی معین این وزارت، عبدالسلام حنفی، خیرالله خیرخواه، نورالله نوری و 8 تن از رهبران دیگر امارت اسلامی را بازنگری می‌کند. سازمان ملل متحد بر احیای اقتصاد افغانستان طرح 8 میلیارد دلاری را در نظر گرفته است. معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد هدف از روی دست گرفتن این طرح را فراهمسازی مواد غذایی، ایجاد شغل، پرداخت بدهی‌های برق افغانستان به کشورهای همسایه و بازسازی نظام حکومتداری کشور می‌داند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سازمان‌های مددرسان جهانی می‌خواهد که این کمک‌ها را در تعامل با امارت اسلامی در کشور هزینه کنند. مدینه مروت جزئیات بیشتر. با افزایش نگرانی‌های احتمال از همپاشی کامل اقتصاد افغانستان، سازمان ملل متحد از تزریق 8 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خبر می‌دهد. یک مقام بلندپایه‌ای این سازمان میگوید که این بودجه بیشتر برای احیای نظام حکومتداری و فراهمسازی خدمات اجتماعی افغانستان در سال آینده میلادی هزینه خواهد شد. یک انسان به چیزی بیش از یک لقمه نان نیاز دارد. به عزت و امید نیاز دارد. این پول به مکتب‌ها و شفاخانه‌ها کمک می‌کند تا به فعالیت‌ها ادامه دهند. این طرح همچنان به مشاغل کوچک و کشاورزان کمک خواهد کرد. همزمان با این آلمان میگوید که برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان درباره فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به این کشور با سازمان‌های مددرسان جهانی کار می‌کند. افغانستان در برابر چشم ما به سوی بدترین فاجعه انسانی روان است. بخش‌های بزرگ اقتصادی آن سقوط کردند. بسیاری از مردم گرسنه‌اند. هنگامی که آگاه می‌شوید خانواده‌ها از ناچاری دختران خود را می‌فروشند تا غذا بخرند و به سختی می‌توان آن را تحمل کرد. با سقوط حکومت پیشین در افغانستان، اقتصاد کشور تنها در 4 ماه گذشته آنگونه‌ای که نهادهای جهانی تخمین می‌زنند تا به 40% افت کرده است و تحریم‌های ایالات متحده بر نظام مالی افغانستان نیز بانک‌های کشور را با چالش‌ها روبرو ساخته است. در حال حاضر نظام کمک‌های بین‌الملل، کمک‌های سازمان ملل از جمله فاکتورهای کمک کننده برای پیشبرد
و ایجاد سهولت‌های بیشتر برای زندگی مربوط به شهروندان افغانستان خواهد بود. در این میان امارت اسلامی خواهان هزینه شدن این پول‌ها در هماهنگی با کابل است. د مال راوړي بیا به په ګډه توزیع کوي. په خپل سر چاته اجازه نشته د نبات چې توکو توزیع وکړي. باید په ګډه هماهنګ وشي نو بیا به هغه د شفافیت هم وي او مستحق خلک هم معلوم وي. کمک کنندگان جهانی بیش از 1 میلیارد دلار از زمان برگشت دوباره امارت اسلامی برای رفع نیازهای اضطراری تا پایان سال 2021 در افغانستان هزینه کردند. اما شهروندان کشور که به گفته سازمان ملل متحد 98% آن با فقر و تنگدستی روبروند، این کمک ها را بسنده نمی‌دانند. کابل صدور مجوزهای مالی ایالات متحده به افغانستان را می‌ستاید و خواهان گسترش و تسریع این روند است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که افغانستان 20 سال جنگ را پشت سر گذاشته است و اکنون در مقایسه با هر زمان دیگر به پشتیبانی بیشتر جهانی نیاز دارد. ایالات متحده که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی تحریم‌های مالی بر افغانستان وضع کرد، به تازگی 3 مجوز مالی را برای کمک به روند کمک رسانی به نیازمندان کشور صادر کرده است. مدینه مروت جزئیات می‌دهد. درست پس از اعلام صدور 3 مجوز مالی از سوی واشنگتن برای تسهیل کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده جزئیات بیشتر این مجوزها را همگانی ساخته است. در بخش از این مجوزها به نهادهای رسمی حکومت ایالات متحده اجازه مشروط داده شده و گفته شده است مجوزهای عمومی ذکر شده اجازه انتقال مالی به طالبان یا شبکه حقانی را نمی دهد، اما این مجوزها از بهر پرداخت مالیات، هزینه ها، خرید یا دریافت خدمات عمومی مرتبط با فعالیت های مشخص کار گرفته خواهند شد. امارت اسلامی از این تصمیم ایالات متحده استقبال می کند و خواهان تعامل جهان با افغانستان است. مردم ما از یک جنگ طولانی و طاقت فرسا بیرون آمدند و همچنان با خشکسالی مواجه هستند. در این مقطع حساس این گونه اقدامات ما قابل ستایش می‌دانیم و این باید گسترش پیدا کنه و تسریع شود. در بخش دیگر از این مجوزها آمده است که برای ادامه روند دریافت و انتقال پول به درون یا بیرون از افغانستان هیچ موانعی وجود نخواهد داشت و کمک‌های فراهم شده بر بنیاد این مجوزها در زمینه‌های پشتیبانی از حاکمیت قانون، مشارکت شهروندان، پاسخگویی و شفافیت دولت، حقوق بشر، آزادی‌های بنیادی، دسترسی به اطلاعات، پروژه‌های جامعه مدنی، آموزش و پرورش هزینه خواهد شد. وقتی که ایالات متحده آمریکا کمک می‌نماید، ما می‌فهمیم که کشورهای منطقه و کشورهای جهان، جامعه جهانی و کشورهای اروپایی نیز کمک‌های خود را ادامه خواهد داد. برخی از آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند که صدور این مجوزها سرآغاز تعاملات رسمی ایالات متحده با امارت اسلامی است. فشار جامعه بین المللی، آمریکا حاضر شده است در چارچوب حمایت‌های بشردوستانه از افغانستان با این مجوز موافقت نماید. با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان وضع کرد و جلو دسترسی کابل به نزدیک به 10 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان در بانک‌های جهانی را گرفت. شماری از باشندگان کابل از روند کند ترمیم راهروهای زیرزمینی در ساحه ده افغانان این شهر انتقاد میکنند. آنان میگن که با گذشت 9 ماه از آغاز روند ترمیم این راهروهای زیرزمینی تا اکنون این روند تکمیل نشده است و ازدحام ترافیکی در قلب پایتخت بیشتر گردیده است. اما شهرداری کابل میگوید که به زودی روند ترمیم زیرزمینی های ده افغانان به پایان خواهد رسید. فرشاد داریوش به این گزارش نگاهی انداخته. یگانه راهروهای زیرزمینی پایتخت افغانستان، در حالی که بیشتر رهگذران برای رفت آمد از ساحه مزدحم دی افغانان از این راهروهای زیرزمینی استفاده می کردند، اما از 9 ماه به این سو رفت آمد از اینجا متوقف است. برخی از دستفروشان میگویند که روند ترمیم راهروهای زیرزمینی به کندی به پیش می رود. بازار ما خوب بود، او وقت ما می آمدیم همیشه کار ما خوب بود. حالا که از حال فعلا بند است دیگه، ما در سرکا سرگردان هستیم و مشکلات زیاد مواجه هستیم. زیرزمینی قبلا فعال بود، بر مردم بسیار سهولت بود، میتونست مردم از این استفاده خوب بکنه و ما با چشم سر دیدیم که از وقتی که زیرزمینی مدت 1 سال شد که مسدود است. خاص دمی است که
کار شروع شویم راه پس باز شود که کارمون پس خوب شود. همزمان با این برخی از پایتخت نشینان که از ازدحام ترافیکی در جاده‌های پایتخت به سوتا آمدند از شهرداری کابل می‌خواهند به این مشکل رسیدگی کند. قبلا که بود واقعا زیرزمینی یک راهی بود که مردم ازش استفاده میکرد، مردم از او برون میکرد. حالا فعلا که از همگی از سر سرک برآمده و نظم ترافیک برهم زده. زیرزمین فعال بسازن برای مردم سهولت پیدا کنند. اما شهرداری کابل هرچند از زمان دقیق پایان روند ترمیم راهروهای زیرزمینی دی افغانان چیزی نمیگوید، اما میگوید که به زودی این روند تکمیل خواهد شد. کوم بودجه په 1400 کې موږ ته ورته په نظر کې نیولې و، هغه بودجه دغه و نه کړه، یعنی هغه ورته بس نسو دغه څه بودجه موږ د اوس 1401 کال ته واړوله او کارونه شروع دي، یعنی هغه درېدلي هم نه دي. راهروهای زیرزمینی دی افغانان در یکی از مزدحمترین بخش پایتخت کشور حدود 40 سال پیش ساخته شدند. ادامه خبر 6. تولید روغن پنبه‌دانه در ولایت کندهار افزایش یافته است. اتاق صنایع و معادن ولایت کندهار میگوید که در این اواخر 4 کارخانه تولید پنبه‌دانه به تازگی کارش را آغاز کرده است. با آنکه پارک‌های صنعتی در ولایت کندهار برق کافی ندارند، اما کارخانه‌های تولید روغن پنبه‌دانه با استفاده از برق جنراتور میزان تولیدشان را افزایش دادند. در پارک‌های صنعتی کندهار 20 کارخانه در بخش پروسس پنبه‌دانه فعالیت دارد و در این اواخر 4 کارخانه دیگر نیز به تازگی به فعالیت آغاز کرده است. د خلکو تقاضا به ډیره ده، حتی موږ د دې د غوړي نسو پر کولای او غوړي خلک ډیر راڅخه غواړي، خو موږ په هغه اندازه پر کولای لا هم نسو. زموږ تولیدات نسبت به خواته ډیر سوي دي سره د پروژات پورې. شمار از کارگران کارخانه‌های تولید روغن پنبه‌دانه می‌گویند که فعالیت کارخانه‌ها از 12 ساعت به 24 ساعت افزایش یافته و شمار کارگران آن نیز 2 برابر شده است. غوړي د کنجالي د پندانیا سره نه دي دغه څه د دې څخه دا په ماشین کې نه دي سپیرچر کېږي، کنجاله جلا کېږي، غوړي لاندې تیوي. دا د من کار کو ټول کړه شپته کساتو هم د شپې شپ ده هم د ورځې شپ ده، تلری ساده کار روان دی. ما خپل وظیفه د کار مې دغه دی چې دی د پرسلانو ته ډکوي، زه سلای کوم بیا پرسوم او د نور تل پورته کوم دی وړیا تل ور وډي. اتاق صنایع و معادن ولایت کندهار میگوید که سالانه در پارک‌های صنعتی این ولایت 600,000 تن پنبه پروسس می شود. تقریبا 40% کارخانه چالانه دي، 80% فلج د برق ته وجه سره که چیرې زموږ برق څه د ساعته چې اته 12 ساعته سیوم د کارخانه 40% چالانیږي. به باور کارخانه‌داران کندهار در این اواخر بهای مواد خوراکی در بازارها افزایش یافته است که از بیرون وارد می شود، اما بهای فراورده‌های داخلی افزایش نیافته است. این کارخانه‌داران میگویند که اگر برق مورد نیاز کارخانه‌داران تامین شود، میزان فرآورده‌های داخلی این ولایت افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهتان سپاسگزارم. تا سلام دیگر در فراخبر.